عروس همه بره نه شتر نه اسب اگر چند قدم هم که باش آغازی در ماشینای پیش با 4 تا ماشین یخیلا با نمروی گرین زکاس میکنن بورش میکنن همسایش اگر ایتاست یک بریم قلعه حصار را تماشا کنیم یک بار زو بریم خاک بالو بریم بیبی فاطمه را ببینیم نگو که تماشا بره یا اسپک بیاره در گردن اسب زنگوله بنده که جرینگ کرده برا با ابرو برم اینا ببین پای پیاده حضرت بیبی فاطمه را با حجره حیدر بنده که جرینگ کرده برا با ابرو برم اینا ببین پای پیاده حضرت بیبی فاطمه را با حجره حیدر برده است سبحان الله همه دیدم حال زار آخی او زمانم بای دخترها بدن تویای کلون میکردن یه بچه یک تیلووریای میخریدن یک گوشپارای میکردن هیچی میگه همه دیگه گریه گلوگیرم کرده چشمم لقلقی او پیش پا من نمیبینم. اگر شما از ریختن موی سر یا اینکه از بریشی از لاغری بیشتیایی بودن از وزن نالازمه پرستاتیت درد دل درد گرده درد معده و یا اینکه خونو گرفتگی روده ها اذیت میکشید پس با این رقم هایی در روی اکران بوده زنگ زنید کمی از بیماری خود معلومات دهید داروی های گیاهی لازمه را به شما شرکت شفافرما توصیه میده. وقتی که دختر زن براش یگان خواستگار اومد اگر هم کفش باشه باید تأخیر نکنن برای حضرت گفت که دادم من تو در علی دادم بشد یک سگ دستاسون یگانه برون آورد اون ساعت زی خانه یکی کهنه حسیر از برگ خرما همون حسیر بوریایی که گفتیم یکی مسواک نعلین مطرح یکی کاسه زی چوب آورد با هم کاسه چوبیش نمی طبقی چوبی خرما یکی بالیش زی چرم میش محکم یکی چادر ولیکن 7 پاره ای بیبی خدیجه و بیبی فاطمه رضی الله تعالی عنهما همه یک چادر دیگر هم میراث بودند است 7 پرگی داشت میگه همه آورد و آمد در نظاره میگه پیامبر خواجه انواع و اجناس با گردن بر نهاد آن سنگ دستاست حضرت صلی الله علیه و سلم همون سنگ دستاست گرفت سری حرقه کرد ابوبکر آن حسیر آنگاه برداشت یا نماینده های عروسه نکرد عروسه به خونه شه میبرند ابوبکر آن حسیر آنگاه برداشت عمر بالیش گرفت راه برداشت حضرت ابوبکر صدیق بوریو را میگه تای کش کرد حضرت عمر بالیش تا گرفت پس آنگاه فاطمه دختی پیامبر با سر اندر کشید آن کهنه چادر پس آن نعلین را بر پای خود بست پس آن مسواک را بگرفت در دست سیده زنهای جنت در اومد میگه پوشکاش پوشید مسواک در دستش گرفت میگه چادر را در سرش کشیده تیار شد اومد اسامه گفت من آن کاسه آنگاه گرفتم در کف برداشتم این میگه من بچه خورد بدم به من هم طبق رسید طبق گرفتم عروس همه بره نه شتر نه اسب اگر چند قدم هم که باش آغازی در ماشینای پیش با 4 تا ماشین یخیلا با نمروی گرین زکاس میکنن بورش میکنن همسایش اگر ایتاست یک بریم قلعه حصار را تماشا کنیم یک بار زو بریم خاک بالو بریم بیبی فاطمه را ببینیم نگو که تماشا بره یا اسپک بیاره در گردن اسب زنگوله بنده که جرینگ کرده برا با ابرو برم اینا ببین پای پیاده حضرت بیبی فاطمه را با حجره حیدر برده است سبحان الله میگه چه پیش حجره حیدر رسیدم زیگریه روی مردم ندیدم در راه اسامه ابن زید میگه علمم کرد همه دیدم حال زار آخی او زمانم بای دخترها بدن تویای کلون میکردن یه بچه یک تیلووریای میخریدن یک گوشپارای میکردن هیچی میگه همه دیگه گریه گلوگیرم کرده چشمم لقلقی او پیش پا من نمیبینم پیامبر گفت ای مردی نکوکار چرا میگیری آخر اینقدر زار حضرت میگه گفت که یا اسامه چی درد داری برای چی گریه میکنی بعد او گفتم زی درویشی زهرا مرا جان و جگر شد خون خورا گو برای بیبی فاطمه گریه دارا وی سیده نسای زنها های
سیده نسای جنت های. ببین تا قیصر و کسرا چی دارد ولی پیغمبر از دنیا چی دارد. قیصر و کسرا دشمنای خدا در ناز و در راحت هنو آخه دختری حبیب الله سروری پیغمبر محمد صلی الله علیه و سلم ببین جهاز شبینه این حالا ببینه پای پیاده کسی که خوجه هر ده جهان است جهازی دخترش اینک عیان است. میگه پیامبر گفت ای اسامه این نیست چه باید مرد هست این هم بسه چیز. اسامه گفت همین مادام که عاقبت مردن ای همین هم حساب کتاب داره برای انسان این خیلی گپای همین هم باید که استفاده کنی به صرفه‌کاری استفادهش کنی در راه خدا خود شکرگزاری نعمت پروردگار هم بکنی. آخر بی فاطمه جهازی بای نداره بی فاطمه قرآن داره بی فاطمه ادب اخلاق داره بی فاطمه به خانه حضرت علی نور و صفا بود. آخر اون شعر بچه‌های حضرت علی که تا امروز به افتخار امام حسن رضی الله تعالی عنه امام حسین رضی الله تعالی عنه میگیم سید جوانای جنت از دامن بی فاطمه تولد شده است. حضرت علی همین خیلی در راحت در معیشت در زندگی با بی فاطمه که تا وقت بی فاطمه زهرا زنده بود حضرت یادی زن نکرده است. همین بعدی وفات بی فاطمه 4 زن گرفته است حضرت. نه که تا وقت بی فاطمه زنده بود یادی زن نکرده است. همین خیلی زندگی شیرینی داشته. حضرت صلی الله علیه و سلم اول تاکید کرد که یا علی تمام کارهای خارج از خانه در ذمه تو، یعنی نفقه را تو باید آماده کنی، خوراک تو آماده کنی. یا فاطمه گفت همه کارهای داخلی خانه در ذمه تو، همین خانه نگهدار کدبانوی خانه تو هستی. دختران یکی تربیت کردن در کار از برای خدا. همون دورهایی که ما یاشتر بودیم در کتاب‌ها حتی می نوشتن، در گازیت‌ها می نوشتن که در میان 15 رسپوبلیکای سیوز تاجیکستان میگفتن از همه رسپوبلیکای کانسرویترین در این مسئله نکاح. تاجیک‌ها قریب که طلاق نداشتن. اما خدا بکشم در پیش پای کمپیرون بکشم و همون زبان‌ها های همین زن میگرفتن. تری طلاقی تری گپو نبود. اینا مردم دیگه میکردن نه که در خیلی مبیحت کم بود. فقط حالتهای نادیر دار. امروز چی بالای موزده است که جای اول در اومدگی میدونه. تمامی ساختارا بانگ استراب میزنن. ای بچه همین اویل‌های نو برپاشیدگی قریب 30% در 1 سال نگذشته الکی ای هم پوش میخورن. علتش در چیه؟ با خدا قسم علتش در 2 زنگی و 3 زنگی نیست. علتش در جوانان دخترها ولی تجربه ندارن در این نیست. علتش در او است که متاسفانه اکثری جوانا اکثری امریکا میمونن همون بوده که خیال میکنن که زندگی همون های هم زندگی رو هم تصور میکنن هم چیزی که در تلویزیون دیدیم او وقت شو میکنن میره وقتی او دیگه بوده است زندگی دیگه ای کن همه مشکلیات داره بخوای نخوای او خشتوما در هم روزای اول چند تلخ پچینگ میزنن کم کم اشارت میکنن دیگه طاقت نمیکنن داد فیقو به خدا قسم اصل بگیری همه ای به همی سر میزنن ولی بی اهمیتی نکنی همه ما الحمدلله پدر همه دختران نیاز به تعلیم ما و شما دارن نیاز به نصیحت ما و شما دارن اگر نصیحت شو کردیم آداب و اخلاق شو آموزاندیم انشالله خوشبخت میشوم وقتی که ما خوش میشوم خونه هم مسلمون دیگه آباد میشوه در حق دعا میکنم با اگر دختری خوب باشه میگن خدا پدرش رحمت کنه پدردار بوده است بر پدرت رحمت نه که خدای نکرده اون کمبودی را ببینن که چه نمیگن میگن بر پدر این پدر در بلا موندگی برای ها نقش پدر در خانه به حد بزرگی برادر عزیز اگر به شرطی که دختر تربیت نکردیم مقصد بد اخلاق شد ساز نگرفت سرش دادن اما آب دیده دختر در چشماش میبینی که به خدا دنیای روشن در چشم تاریک میشود همین مرده که حالتی حیزشی نمیاد که ببینه اینا عیدستش که به چلو را هیچ کار نمیاید اونم حالی زور را میبینه و زمین آسمان بلند و زمین سخت عیدستش هیچ کار نمیاید برای همین علاج واقعه قبل از وقوع باید کرد کلکم راعین و کلکم مسئول عن رعیته هر کدام شما به حیث چوپان و پاسمانه هر کدام تو مسئول هستی از رعیتو
فرزندان را تعلیم بتین تربیه بتین خداوند صحبت مونه صحبت تاثیر مدردونه صحبت و دین تاثیر پروردگار ایشان قاری سعدالله را صاحب همیخ زنی خوش خلق با آداب و مستوره و حافظه قرآن و قاری قرآن کنه پروردگار بینشو الفت و مودت همدیگر فهمی را برقرار بسازه تا حق حقوق همدیگر را رعایت کنه